که اتاق مرتب کنم. ویدیو اینستا گذاشتم اینجوری به من میگن بتمنی دل میدم سرسری والا بسای زرگری. های گایز، صبحتون بخیر. ساعت 7:49 است و میخوام یک برنامه از روتین امروزم بهتون بدم. فاکینگ چقدر کار دارم. یه 8 صبح دیگه این پایینیه 11 شب میشه و همینجوری هیچ استراحتی هم بینش نیست. این نیم ساعته اصلا تا 11:30 صبح تا 12 صبح همین. بعد دیگه فاکینگ فقط بر کارامو انجام بدم و کلی کار دارم. دیگه گفتم امروز بیایم با هم باشیم، کم با هم کارامون به و اینکه امروز متاسفانه نرسیدم. دیروز آره چهارشنبه نرسیدم ویدیو براتون بذارم. رفتیم یه نمایشگاه جزون خیلی خالی، خیلی خفن بود، طراحی و المان و اینا و من هنرم خیلی دوست. من اینجور بودم که اوکی شاید روانشناسیم تموم شد رشته هنر بخونم. این یه آخر روانشناسی واقعا خیلی زایست بخوام رشته بدم، خیلی زایی است. خب بچه‌ها اینجا آماده شدیم. امروز با ویدیو پادکست هم براتون ضبط کنم. کلی کار داریم، هیجان زدم و کلی خستم. برو که رفتیم گایز، دیگه آماده شدم، بزنید بریم. چرا افتادیم؟ بخاطر اینکه یکی از اعضای خانواده‌ام قراره با همون بیاد برای کارهای صبحم، چون تنهایی احتمالا نتونم پسشون بر بیام چون که خیلی شلوغه و خیلی زمان میبره. بخاطر همین دیگه گفتیم اون بیاد که با همدیگه بریم انجامش. مثلا رانندگی میکنم اون میره کارا رو انجام میده، من میرم دنبالش و فلان بنده بسا. احتمال داره زیاد ویدیو نتونم بگیرم براتون صبح، ولی قول میدم از بقیه زوایا ویدیو خیلی براتون میگیرم. فعلا برو که رفتیم بزنیم بزنم بیاد پایین. رسیدم دم منتظرم چند تا برگ باید چاپ کنم، پیدا کنم، چاپ کنم، تحویل بدم. منتظرم تحویل بدم، بعدش بریم سمت ماشین. فاکینگ ماشین اینجا خیلی عقرب همین چیزی میگم گذاشتم، خیلی جوش بده افتضاحه. من چه خوب افتادم، خوشگلی که بودم. حدودا ساعت 9:54 است. نصف کارا انجام شده. اینو که بگیرم یه جا دیگه میکنه بریم برگردم تمام. ایزی تمام. بکنم ساعت 11 کارم تمام شده باشه. رسیدیم تو ماشین و الان بریم سمت خروجی و وضعیت خرابه، جادهش انقدره و دو طرفه دارن میان. بریم سمت خونه دیگه. خونه میرم چون خیلی اینجا تنگه. فقط ویدیو بهتون نشون میدم. رسیدیم، کلی کار کردیم، به همه کارام رسیدم. نیم ساعت از برنامه‌ریزیم زودتر رسیدم کنم، خیلی خوبه. نیم ساعت هم استراحت کنم بیشتر. و تنها مشکل من اینه که واقعا حال ندارم براتون تیک تاک ضبط کنم و هی بعد تیک تاک بگیرم. به خاطر همین با همین لباسا تا ساعت 1 رو تخلم میدم، بعد پا میشیم تیک تاک براتون میگم. میخوام پا میشیم تیک تاک میگیریم و باقی کارا میرسیم. بابت پوشش نادرستم منظره حال ندارم واقعا. من لباسم چون با زیر پیرنیم قهوه چقدر میچسب. من دیروز یه نمایشگاه رفتم تو دانشکده هنر معماری. چیزشون قشنگ بود. این دوتا اکثر من بیشتر نفسم انقدر شلوغ بود که دو سال قبل فیلمشون گذاشتم اول ویدیو. خب بعد اینا پاستوری هم کردم تو اینستا، پیج دانشگاه هم تگ کردم. همین نمایشگاه تا کیه؟ آدم اول پیج دانشگاه رو داری، برو بخون. چرا به من پیام میدی؟ حال خوبه دایرکت هم خیلی جواب بگیرم، مثلا ویو هم تاثیر میذاره اینا. و فاکینگ 16
کا ویو گرفته پیجم از توی یکی دو روز. what the fuck، خیلی خوبه، از خوبتره، عالیه. اصلا نمیتونم بگم چرا خوبه، ولی در من دیگه حال ندارم جواب دایره رو تمام بدم. از مثل نمایشگاه تا کیه، وای فلانه، وای اله، وای بلیگم، خدا خستم کردیم ولم کنید، گشنمه. خب غذا آماده است. منم ماهی دوست ندارم، خب غذا ماهیه، نمیخوام غذا بخورم، میخوام ولستان خودم رو سیر کنم. بعد این چراغ عوض کنین، میخوام شما رو بزنم من ببینید دارم سخت چراغ عوض میکنم. 2:52 درسته دیگه میریم. بودم من 1 ساعت و 2 ساعت کار مقام افتادم و امیدم همشون برسم. بریم ببینیم چی کار میکنم. نمیدونید من یکی از فوبیاهایم ارتفاعه و مجبورم بعضی وقتا برم همچین کار رو بکنم. این چراغ بود عوض کردم، 100 چراغ دیگه است. این سوخته بود دیگه، زودتر عوضش کردم. 100 دیگه هست، اونم با عوض کنم. این فاکینگ من میترسم و الان عوضشون و اونها رو اگه بخوام عوض کنم از خیلی بلندترن، من زمین که بیاد عوضش کنم. من عوض نمیکنم، من فاکینگ میترسم دیگه. فقط مونده یعنی این طبیعه رو مرتب کنم، برنامه‌ریزی کنیم، ویدیوتون ادیت کنم، درس بخونیم، زمین مربی بزنم کی برم باشگاه. چون امروز پنجشنبه مربی پنجشنبه میره در دور. من احساس می‌کنم تنها پسریم که پنجشنبه فرد تو خونه نشسته و هیچ غلطی نمی‌کنه. بله من غذا بخورم گوشنمه، بعد دیگه بیام بقیه کارا بکنم. بریم کاری نکردم و بذار پایه بیارم. الان خیلی راحت‌تر شد. ناکنین چه پایه کوچولو خیلی به درد میخوره و از این سپایی تو اینجوری باز میشه. بعضی وقتا که کسی نیست ازش استفاده میکنم، تو اتاقم جدیدن ازش استفاده میکنم. فعلا مامانم اینا رفتن عیادت یکی از فامیلامون که بودن 1 ماه مرخص شده، میخواستن حالش خوب بشه دیگه، برن دیدنش. رفتن تو میای؟ گفتم نه من میخوام درس بخونم. من از ساعت فاکینگ 12 لم دادم و هیچ غلطی نکردم. میخوام قهوه درست کنم دوباره. البته من قهوه نمیخورم چون دکترم گفته قهوه نخور، بذار نسکافه بخورم. قهوه رو احتمالاً بذارم واسه بعد از رفتن به باشگاه. ساعت 5 و اینا بعد زنگ مربی بزنم. این باورم نمیشه من از ساعت 12 1 2 3 5 ساعت دارم ول میچرخم. ولی خواب بودم یا لم دادم مثلا خود درستم نخوابیدم. بگم خوابیدم بهم چسبید. بله تنبل کی بودم من؟ تنبل خودم بودم من. تنها کاری که کردم از کارای مونده، از کار برنامه‌ریزی صبح رفتن بیرونه بود، تعویض این چراغا بود. فاکینگ من نزدیک به 2 هفته چراغا رو خریده بودم برای اینجا. خب 2 هفته پیش چراغا رو خریدم، 2 هفته پیش خریدم این چراغا رو که نصبش کنم. عوضش نکردم تا امروز. بعد حالا به غیر از این نزدیک به 3 ماه چراغ خراب بود و بعد می‌خریدم عوض کنم. من همین پشت گوش گفتم بذار امروز انجامش بدم. دیگه اینو عوض کردم. ولی بچه‌ها من از ارتفاع فاکینگ میترسم. من فوبیا دارم از ارتفاع. بعد همچین کارایی میرم انجام میدم. آیا من مشکل اعصاب روان ندارم؟ خدازاری ندارم؟ به نظر خودم چرا؟ آخه کی وقتی از ارتفاع میترسه میره کارهای تو ارتفاع رو انجام بده که قلبش بیاد تو دهنش؟ من من روی این استم براتون نگرفتم.
فقط قهوه‌مون دوباره بخوریم پاشیم کارمون رو بکنیم. فاکینگ یه ویدیو گرفتم ماژیک نداشتم با یه قیامت برد کشیدم بستم پاک نمیشه. بچه جدی بازی در نیاریم مثلا من ویدیو هم نمیتونم اینجا پخش کنم. چرا؟ چون قشنگ لختم و این هست اینجا میشه آی و اینجا میشه یو بعد لاف تو زبون اینجور و اینجوری هم کردم what the fuck is that what you bitch. خیلی دوستم بزنمش ولی نمیذارم که اتاق مرتب کنم. ویدیو اینستا گذاشتم اینجوری من میگن باتمانی دل میدم سرسری والا بسای زرگری. خودم دارم سعی میکنم فعالیتمو یکم بهتر کنم یکم وایرال تر پیجم بعد یکم بلاد پلاگ بذارم توش. فعلا میخوام ویدیو تیک تاک تور اینا بذارم توش چون هم وقت ندارم هم فاکینگ فکر کنم زیاد طرفدار نداشته باشه. حالا نمیدونم برید اینستامو فالو کنید که اونجا قرار کلی ویدیو فانو بذارم. 5:30 بدو دیگه وقت کاره. بدو بچه اومدم ویدیو دید کنم دیدم خیلی فاکینگ مشکل داره ویدیوهایی که الان لپتاپه. خدا رو ویدیو رو از رو گوشی پاک نکردم چون من وقتی میذارم لپتاپ رو گوشی بعد فرند پاکش میکنم. یه تنظیم من میکنم انجام بدم. خب بچه من دیدم ویدیو خیلی مشکل داره دیگه دوباره ویدیو رو الان انتقال دادم لپتاپ اومد رو لپتاپ اوکی شد مثلا 40 دقیقه طول کشید. ویدیو فاکینگ خیلی نکیفیتشون با گوشی دارم میگیرم بعد اتوماتیک کیفیت رزولوشن بالا پایین میشه. مثلا کیفیت ویدیو بعضی وقت خیلی بالا میشه. بعضی ویدیوها هم خیلی دارم صحبت میکنم خیلی بیشتر تعامل ایجاد میکنم سعی میکنم تعامل ایجاد کنم خیلی بیشتر شده. بعد دیگه گفتم تا این ویدیو انتقال پیدا میکنه یه دور درس خوندم خلاصه‌ای که داشتم. بعد الان خیلی درسم خلاصه 1 2 تا 3 تا 4 تا جزوه داشتم خیلی خلاصه هاشون رو بیشتر کردم یعنی پر جزئیات ترشون کردم. دیگه میمونه بریم باشگاه برگردیم اینو بخونم خلاصه کنم بعد تربیتی و شناختی رو آماده کنم و بشینم مثل بوز استنباطی بخوام که خیلی توش ضعیفم. بعد 2 تا جزء دیگه میمونه بعد درستشون کنم و که الان جزء خلاصشون دارم یعنی بیشتر خلاصشون رو پر جزئیات کنم. یه دونه اینه که جزء میمونه بعد درستش کنم. مشاور تصویر سوال داده بعد بشم جواباشو پیدا کنم و سوال اینو درست کنم دیگه همین چله. بزنید بریم قهوه درست کنیم بریم باشگاه. دیره 7:20 من به 7:30 اونجا باشم. یکم کارم زیاد طول کشید انتظار نداشتم اینقدر طول بکشه. با لپتاپ میزنم بالات خواب گوشی رو برداریم بریم. دارم میسوزم توی کاپشن وقتی دیرت شده همه چی با هم دیگه قاطی میشه. من اینجوریم بدو ده میخوام از این بعد توی اینستاگرام کلا روزی 2-3 بار ویدیو شورت ویدیو ریلز منظورمه تو یوتیوب فقط ویدیو گذاشتم یادم رفته دیگه تو اینستاگرام ریلز بذارم. ریلز مثلا با مزه ویدیوهای ترند و اینا رو توش بذارم مثلا عکس استوری اینا هر جا که میرم بذارم و اینا دیگه ممنون میشم واقعا فالوش کنید چون میخوام دیگه اونجا فعالیت دارم شروع میکنم اونجا فعالیت دارم شروع میکنم با قدرت هست اونجا بهم انرژی بدید من برم اینقدر رو بیام جیدنا انقدر ایجاب بدو بعد من امتحاناته و من یه جا میخوام بزنم که قشنگ بتونید ببینید حاضرش اینجا کسی هم نیست ناگاهی وقتی کسی خونه نیست راحت واسطه بلند میتونم راحت باهاتون صحبت کنم ویدیو بگیرم و قشنگ تولید محتوا کنم. من وقتش واقعا خونه‌مو جدا کنم واقعا یه خونه واسه خودم بگیرم ولی متأسفانه نمیتونم فعلا چون I don't have any money. ولی منظورم اینه که الان میخوام اینو بگم که برای چی اینجورم بدو چون خب فصل امتحاناته من فاکینگ باید کلی درس بخونم که نیفتم مشروط نشم چون این ترم 5م و حدوداً سال دیگه من تمومم خب و تصمیم دارم
این رشتم روانشناسی عزیز که تموم شد و لیسانسمو گرفتم، 2 تا رشته دیگه بعدش بخونم همزمان و قرار در خودم سرویس کنم. حالا اگه خدا بخواد یه جای دیگه، اگه هم نشد دیگه به لطف خدا همینجا. خب و بخاطر همین خیلی اوضاعم خیته، اوضاع نمرات هم، و بعد از این ترم که شروع کردم نمرات هم بیارم بالا. بعد من یه تصمیم گرفتم تو همین بازه زمانی پادکست، 2 تا ولاگ، ویدیو گیم همه رو چیز کنم بذارم. یعنی توی هفته من حالا یه هفته در میون، یه هفته 4 تا، یه هفته 3 تا ویدیو بعد بذارم. خب ولی اینجوری و تایمم خیلی پر میشه و قرار برم سفر و من تو سفرم بعد ویدیو براتون ادیت کنم و بذارم که واسطه با نیاد. مثلا یه هفته پیش چون درگیر بودم تا یکم بیام با کارا اخت بشم زمان می‌برد واقعا، ولی از هفته بعدی نباید تحلیل کنم و بعد بچسبم به کارام. کلا من تو پادکست در مورد یا اپگرید بزرگی که دارم تو زندگی میام صحبت میکنم که قشنگ میخوام چی کار کنم و هدفامو بهتون میگم. هدف گذاری جدیدم، هدف گذاری سال 2025 و میایم با هم دیگه هدفهای 2024 برام چند تاش تیک خورده، چند تاش تیک نخورده، همه رو با هم بررسی میکنیم، نمره میدیم. البته شما به من نمره میدید که خوب انجام دادم یا نه. همه اینا رو تو پادکستی که دوشنبه قراره بیاد بهتون نشون میدم. آره دیگه فعلا من قدمو بخوام سریع برم که خیلی دیره. فعلا برو بریم. اول ما قهوه دونشوی خوردم. برو بریم دیره. بودو دیگه بعد باز کنم میرفتم. فعلا گایز بس گشنمه. بعد یه ترکیبی خیلی عجیب غریب زدم. بزنیم بر بدن بعد بیام بهتون بگم چی به چیه. شکل شمالش که خوشگل و خوشمزه است. ترکیبش خیلی خوب شد ولی فکر کنم سری بعدی یه جور دیگه درستش کنم. نگاه کنید من سوسیس رو جدا سرخ کردم با روغن خیلی کم، بعد تخم مرغ رو جدا سرخ کردم، نودل رو گذاشتم آب پس شه آماده شه، بعد مثلا همه رو با هم قاطی کردم. بعد ادویه نودل فلفلی بود، بعدش خیلی ریختم، خیلی تون شده. این نرم شده. بعد میخوام اینو بگم سری بعدی نودل که جوش اومد میپالممش، میزنمش تو مایتابه، تخم مرغ توش میشکنم، هم میزنم، پنیرم همینجور، سبدن اضافه میکنم. همونجور خیلی راحت تر و خوشمزه تر بشه. ولی در واسه اول دوم بار که همچین ترکیب میزنم این سری پنیر اضافه کنم، سری قبل پنیر نداشت و خیلی خوبه. ولی یه دونه تخم مرغ کافیه. من 3 تا تخم مرغ شکوندم و خیلی سنگین شده. سلام.